صادق علیه السلام به پسر جندب ان عیسی ابن مریم علیه السلام قال لاصحابه ایاکم و النظره. حضرت عیسی ابن مریم میفرمود دور باشید از اینکه نگاه بکنید. فانها تزرع فی القلب شهوه. اینجا دیگه در قلب شما شهوت میکاره. حالا چه شهوت غیر اخلاقی، چه شهوات دیگه. هی شما چشمتون رو باز میکنید تو این صفحات مجازی، اینو میبینید اونو میبینید. خب میخواد دل. ما انسان خلق شدیم، انسان به چیزی که توجه بکنه شکل اون میشه، این حتی که نداشته باشه حسرتشو داشته باشه. و بعد میفرماد که و کفا به حال صاحبها فتنتن، و کافیه برای کسی که نگاه زیادی میکنه که فتنه ای رو بپاکن. حالا تو قضایه اخلاقیم ها این طرحه. طوبی لمن جعل بصره فی قلبه ولم یجعل بصره فی عینه. خوشا به حال کسی که دیدنش رو در قلبش قرار داده. اگر میخوای ببینی تو موجودی آسمانی هستی، اینجا بشی برو تو ملکوت ببین. کسی نگفت نبین. یعنی ببینی همه برنامه‌ای که جناب شیطان برای ما داره و داشته و از طریق نفس وارد میشه اینه که ما رو محروم کنه از دیدنهای بلندتر، از بهتر. میگه بیا همین رو ببین. حالا خیلی اینجا جای تحلیل هست، موبایل، تلویزیون، تکنولوژی، 4K، HD، هر چی شما بخواید تصور کنید. به جای این که من موجودی هستم که قلبم آنچنان دریافتی میتونه داشته باشه از مشاهدات و دیدنی ها، نمیدونم میخواد 3D باشه، 4D باشه، حالا هر چی میخواد باشه، اصلا بذارید کنار این چیزا. ادراکات و دیدنی هایی در این عالم هستش که در واقع ما باید به این قلبمون رو باز کنیم، اونو ببینیم، به جای که مشغول اینا باشیم. هر چقدر که مشغول اینها هستیم داریم از اون حقیقتمون دور میشیم. و بعد حضرت میفرمایند که طوبی لمن جعل بصره فی قلبه ولم یجعل بصره فی عینه. دیدنش رو نداشتید برای با چشمش بازی کنه تو این دنیا. با چشمش از این ور به اون ور نمیره، با قلبش سفر میکنه، با قلبش نگاه میکنه. چون اینا راهکار عملیه. یعنی شما از امشب بشید فکر کنید که بابا من چیکار کنم که برنامه برای خودم بریزم، من چقدر باید استفاده کنم، چقدر باید ببینم، چقدر باید بشنوم، چقدر باید با رفقام برم و بیام، چقدر باید با چه خانوما چه آقایون. خانوما یه جور برای خودشون فضاهایی دارن از این دست، آقایون یه جور فضاهایی. باید کنترل بشه ارتباط من تا خیال من آروم بشه. اصلا به ما چه ربطی داره انقدر تو مسائل زندگی بقیه دخالت کنیم؟ مثلا انقدر راجع بقیه حرف بزنیم یا بقیه بیان حرفاشون رو به ما بزنن؟ اون قدریش که در واقع ما میتونیم کمک بکنیم، واقعا کاری از دست اون برمیاد، خب باید انجام بدیم و واقعا اثری. یه ده بعضی کارشون اینه که خلاصش پیگیری زندگی بقیه رو کنن، دخالت کنن، مشابهتم کج و کوله و خراب و خروب. اینا میشه همه ورودیای نفس. حالا من دست گذاشتم روی چشم به خاطر اینکه داره که در مقام انسان، اون انسان حقیقی، خوب اگه دقت کنیم میگه سمعه بصره، و مثلا بصره یعنی چشمش، گوشش شنیدنشه، یعنی همش مثل هم یه حقیقت واحده، یه حقیقتی که در واقع شؤون مختلفش مثل هم دیگه است.